سلام دوستان، امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری میتونید پنل صنایع خودتون رو آپدیت بکنید. همینطور که میبینید من ورژن 2.3.4 رو دارم و اگه برم توی گیت هاب صنایع، من این لینک رو توی قسمت دسکریپشن ویدیو براتون قرار میدم. میبینم که اینجا تو قسمت ریلیز آخرین ورژن 2.3.5 هست، یعنی میتونم صنایع خودم رو به این ورژن آپدیت بکنم. اینجا من SSH زدم به سرور خودم و دستور x-ui رو تایپ میکنم. اینجا آپدیت گزینه 2 رو میزنم. اینجا میگه که آخرین ورژن نصب میشه، دیتای شما هم پاک نمیشه، دیفالتش هم وای هست. اینتر میکنم، منتظر میشم تا آپدیت بشه. من برای اینکه شما متوجه کل اتفاقات بیفتید ویدیو رو پاز نمی کنم. فقط این سرور ایران واقعا دسترسی به نت بین المللش خیلی ضعیفه. میبینید که با چه سرعت پایینی داره دانلود میکنه. کل حجم فایل 52 مگابایته ولی زده 8 دقیقه طول میکشه تا دانلود بشه. من صنایع رو روی این سرور به صورت دستوری نصب کردم، یعنی با این دستور نصب کردم. اگر به صورت داکر نصب کرده باشید اونم بهتون میگم چیکار کنید که آپدیت بکنید. من اینجا یه پنل دارم که اینم ورژنش 2.3.4، اینم بهتون میگم که چجوری آپدیت کنید. این با داکر نصب شده. تا این کارشو انجام میده من به اون سرورم SSH میزنم که بهتون بگم
چجوری با داکر آپدیت بکنید. وارد پوشه صنایع میشم، همون پوشه‌ای که با داکر نصب کردم صنایع رو. یه کلیر بزنم، این فایل های من هستش. همینجا هم ببینید توضیح داده اینستال وید داکر. برای آپدیت اینجا زده که یه بار داون میکنید، یه بار پول میکنید، دوباره آپ میکنید. میتونید کل این ستا رو بگیرید. همینطور که میبینید اینجا ورژن 2.3.4 هست. اینجا پیست بکنید و اینتر. یه رفرش میکنم، میبینید که شد ورژن 2.3.5. پس با داکر این شکلی باید آپدیت بکنید. اون سرور خارج بود، در عرض چند ثانیه آپدیت شد. این با 60 کیلوبایت داره دانلود میکنه. اینجا هم میتونید یه بکاپ بگیرید هنوز که نصب نشده. چند وقتی بار بکاپ بگیرید که اگه مشکلی پیش اومد روی سرورتون بتونید هم جابجاش بکنید، هم بتونید برگردید ریستور بکنید. و حتی خواستید سرورتون رو عوض هم بکنید میتونید بکاپ بگیرید روی اون سرور بالا بیارید. حالا من آموزشش رو براتون میسازم بعدا.
خب اینجا ازتون میپرسه که میخواید مودیفای بکنید، یعنی مثلا یوزر پس و پورت و اینا رو عوض کنید. من نو میزنم، همون بمونه. بله آپدیت تموم شد. این هم میبینید که ریستارت شده. الان بعد اینجا ورژن 2.3.5 رو ببینیم. بله همینطور که دیدید هم با استفاده از داکر هم به صورت دستوری که نصب کنید باید اینجوری آپدیت بکنید. اگه از این دست ویدیو خوشتون میاد لطفا منو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. فعلا خدا نگهدار.